مکتوب‌های استاد عینی جزئی از تاریخ پرحادثه ملت ماست. مکتوب‌های عینی افشاگری راه پرشیب و فراز و ناهموار مردم تاجیک در جاده تاریخ سازی است. مکتوب‌های استاد عینی بیانگر تلاش‌های بی‌دریغ او در جاده دولت سازی نوین تاجیکان است. سامیان عزتمند، حالا شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با نویسندگان و اندیشمندان همزمانش با چهره‌های علم و ادب تاجیکی در تهیه، تحریر، برگردانی و نشر آن کارمندان اینستیتوت زبان و ادبیات به نام رودکی اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان، ادبیات شناس انزورت ملکزاد و گلبهار عثمانова سهم گذارند. در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف شنوید. 14 ماه 6 سال 42 سمرقند. حرکت مدنی، ادبیات و صنعت در عصرهای 18-19. در کجا؟ در عصر 18 که دوره انقراض دولت ازبک استرخانی ها و تشکل حکومت منقیتیان است. در ماوراءالنهر و ترکستان دوره خرابی و پسروی است. برای روشن کردن احوال اقتصادی، سیاسی و مدنی این دوره در ماوراءالنهر از تاریخ مقیمخانی، از تذکره ملیح‌های سمرقندی و شعرهای سیدای نصفی و قسماً از تاریخ بخارا یا خود ماوراءالنهر نام اثر گرمن و امبری مجاری ونگریگی فایده بردن ممکن است. نمایندگان نمایان ادبیات و صنعت این دوره سیدای نصفی، فطرت زردوزی سمرقندی و یک چند نفر دیگرند که نمونه شعرهای آنها در تذکره ملیح‌های سمرقندی اما دیوان پره آنها در میان نیست بغیر از سیدا و مثنوی فطرت زردوز. عصر 19 بعد از تشکل حکومت منقیتیان در بخارا و تاجیکستان امروزه هم تشکل خانه خوقند در فرغانه به سبب پیدا شدن مناسبت تجارتی با روسیه با راه کاروان دوره یک درجه پیشروی است. اما در این دوره استبداد سیاسی دینی که حکومتداران منقیت حامیان و اجراچیان استبداد بودند که حرکت در مانعه‌های سخت گرفتار و اهالی در قفس آهنین اسارت دینی و استثمار محبوس می شوند روشن‌تر کرده گوییم در این دوره یک طرف حرکت پیشروی پیدا شده باشد، از طرف دیگر حرکت پستکشی هم از وی زیادتر تأثیر خود را نشان داده است. بعد از استبداد عسکران امپراتوری ترکستان و بخارا را این ضدیت باز هم مرکب‌تر شده رواج می گیرد. اما به سبب نزدیک شدن راه تجارت با روسیه و قوت گرفتن علاقه تجارت با خارجه به واسطه روسیه و اختلاعات مردم این سرزمین با مردم روسیه و بیرونه حرکت ترقی پروری زیاد می گردد و از استبداد سیاه دینی در مبارزه سستی کرده می گیرد. برای روشن کردن این دوره تاریخ خانی نام تاریخ رحیم خان منقیت و عمک دانیال اتالیق از تاریخ خمولی این دو کتاب اگر در ستالین آباد نباشد باید در کتابخانه دولتی ازبکستان در تاشکند باشد. از نوشته های میرزا صادق منشی و میرزا عظیم سامی و بیشترین اثرهای احمدی کله فایده بردن ممکن است. در آخرترین این دوره حرکت مدنی، ادبیات و صنعت نسبت به عصر 18 خیلی پیش می رود. نمایندگان دوره را از تذکره تحفة الاحباب قاری رحمت الله واضح بخارایی و خلاصه تر آنها را از نمونه ادبیات تاجیک دیدن ممکن است. اما نماینده نمایان ادبیات این دوره احمدی کله احمد مخدومی دانش است که اثرهای او احوال بعد از استیلای جاری اولهای دوره استیلا را به خوبی روشن می کند. شاهین، قاضی قربانخان فطرت، مستریب و دیگرها شاعران لیریکی این دوره اند.
مستریب و قاضی قربان خان شعر را از جهت زبان به خلق خیلی نزدیک می کنند. در این دوره صنعت خیلی رواج گرفته، شش مقام شکل عمومی می گیرد. در بخارا صنعت نقاشی، کندکاری، زرگری و بیناکاری، زردوزی و عموما گلدوزی به درجه های بسیار اعلی می رسد. برای روشن کردن این دو دوره، خصوصا عصر 19، از اثرهای مؤلفان روس و مستشرقان، خصوصا از اثرهای بارتولد فایده بردن ممکن است. به فهم من این دو اثر را یک آدم کار کرده نمی تواند، باید یک کلکتیو کار کند. در کار کردن این دوره اشتراک کردن من هم ممکن است، به شرطی که کتاب‌های در بالا نوشته شده به دست درآید. اکثریت آنها در دست من نیست. هم متریال های روسی ترجمه شود و هم کار کردن این دو دوره وقت بسیاری را طلب می کند. دوم، مناسبت سامانی ها با ترک ها و سرنگون شدن دولت سامانیان از طرف ترک ها. برای روشن کردن این مسئله همه تاریخ های فارسی آید به این دوره را از جمله بیهقی، حافظ ابرو، بیرونی و دیگرها را، خصوصا روضة الصفا را، قسم‌های را که به دوره سامانی ها، قراخانی ها و غزنوی ها آیدند خوانده برآمدن در کار است. سیوم، مناسبت ساسانیان با آسیای میانه و تأثیر مدنیت آنها به این سرزمین. در این دوره من هیچ معلومات ندارم. در این خصوص از اثرهای شرقشناسان روس، خصوصا اثرهای شرقشناسان انگلیا که خطهای قدیمی در سنگ‌ها کنده شده ایران را جمع کرده شهر دادند و هم نقشه های آن زمان را عکس گرفته ایضاح نمودند، فایده بردن لازم است. رول و اهمیت تاجیکان در وقت دولت قراخانی ها، خوارزمشاهی ها، در وقت مغول ها، در وقت تیموری ها و در وقت ازبک ها. روشن کردن این مسئله از همه این مسئله های آید به تاریخ تاجیکان دشوارتر است. به بالای این باز یک کس یا دو کس کار کرده به انجام رسانده نمی تواند. طرز آسانی روشن کردن این مسئله به طرز زیرین می شود. هر کدام اعضای کلکتیوی که به بالای تاریخ تاجیکان کار می کند باید در وقت خواندن متریال های تاریخی نقطه های به این مسئله آید را با نشان دادن منبع و موقع قید کرده می گیرد. در آخر کار همه اعضا همه قیدهای خود را در یک جا غون نموده، خوانده و خلاصه نموده منتج می کنند. در آن صورت آن خلاصه منتج یافته این موضوع را کاملا افاده می نماید. خبرهای ناز، همین گونه مژده‌های فرهنگی در نامه‌های استاد عینی سرشار است و استاد عینی در نامه هم درباره وضع معیشی و حالت عیش و عشرت خانوادگی صحبت نمی‌کنند. هر یک نامه استاد صدرالدین عینی یک کشفیات تازه علمی است. درباره اهل علم، درباره استعدادها صحبت میکنند، درباره کشفیات‌ها صحبت، درباره تاریخ خلق تاجیک صحبت میکنند. صدها بار ما باید این نامه‌ها را خوانده و بزرگی استاد صدرالدین عینی ایمان بیاوریم، باور حاصل کنیم و خودمان تحقیقات‌های درباره عینی نویسیم. هر یک نامه‌ای که استاد صدرالدین عینی نوشته‌اند هر یک بیان کننده یگان پهلوی مهمی حیات استاد عینی بوده است. نامه‌های سرنوشت ساز و تاریخ ساز ملت. نامه‌های اصالت‌آفر و آرمانگرای ملی. نامه‌های خودشناسی و خودآگاهی ملی. نامه‌های افتخار برانگیز و هویت سازی استاد بزرگ صدرالدین عینی. رفیقان قدردان، در دنیا هیچ دولتی و خلقی نیست که مانند دولت و خلق تاجیک اهل علم و ادبیات را به این درجه حرمت، غمخواری و قدرشناسی کند. در اینجا همین را قید کردن در کار است که
تاجیکانی که در تاریخ هر گونه رول بازی کردند. با گواهی تاریخ تنها تاجیکان ماوراءالنهر نبوده، در تاریخ پیشتر خیلی معنی وسیع دارد. چنانچه در دوره حکومتداری اولاد هلاکو مغول در ایران شمس‌الدین محمدی صاحب دیوان در خلق پروری رول کلان بازیده است. او وقتی که وزیر اباخان بود، خان از او به واسطه سیاحت و شکایت دشمنان رنجید. وقتی در مجلس شراب او به خان کاسه داشت و خان بانوگی کرد به او یک لقمه گوشت تقدیم کرد و حال آنکه گوشت از روی شریعت ناخوردنی بود، باید گوشت خوک باشد. صاحب دیوان زمین بوسید و گوشت را گرفته خورد. خان بعد از مجلس به ایناق خود گفت که این تاجیک عجب هوشیار است. من قصد کرده بودم که اگر آن گوشت را رد کند، بانوگی همان کرد چشمان او را کوم. این شمس‌الدین محمد ماوراءالنهری نبوده بلکه ایرانی است. این قسم تعبیرها در تاریخ بسیار است. من نیت دارم که مصداق تاجیک در تاریخ را با همین گونه مثالها اثبات کنم و معنی کلمه تاجیک را با افاده استاد بزرگمان در مجلس قبول روشن نمایم. پنجم، از تاریخ تاجیکان کدام عالمان، ادیبان و خادمان دولت و حکومت را برداشتن لازم است. هر وقت که این مسئله به میان می آید، از همه پیش به یاد کس رودکی، ابوعلی سینا، ناصر خسرو و از متأخرین احمد کله می آید. البته اینها آدمان بسیار بزرگند که اهمیت جهانی دارند، لیکن تاریخ ده ها خادمان علمی، ادبی، اجتماعی و سیاسی تاجیک را نشان می دهد. برای یک روی خط مفصل درست کردن در وقت خوانده برآمدن متریال های تاریخی در قطار مطلب های دیگر، این گونه آدم ها را هم با ترجمه حالشان در کاغذ علاهیده قید کرده برآمدن در کار است. اما به این مسئله به این کار جواب پوره دادن ممکن نیست. ششم، درباره خوارزمشاهیان از بیرونی متریال یافتن. من شنیدم که بیرونی تاریخی خیلی مکمل است، اما خودم ندیدم. از روی شنیدم از بیرونی نه تنها درباره خوارزمشاهیان بلکه در دیگر مسئله ها هم جواب یافتن ممکن است. در اینجا همین را قید کرده گذاشتن لازم است که برای مکمل کار کردن مسئله های تاریخ تاجیکان از بیهقی، مطلع و صدین عبدالرزاق سمرقندی، جهانکشا، حافظ ابرو، تاج التواریخ، روضة الصفا، حبیب السیر و عموما همه تاریخ های شرق را خوانده برآمدن و از آنها چیزهای درکاری را قید کرده گرفتن در کار است. اما لازم است که در پیش خواننده در وقت مطالعه فهرست مطلب های درکاری باشد. هر چیزی را که به یکی از این مسئله ها دخل داشته باشد در کاغذ آید به همان مطلب قید کرده رود. در آن صورت کار آسان پره شمرده می شود. هفتم، شهرهای آسیای میانه به ساسانیان تابع بودند یا نه؟ قبادیان به پادشاهی قباد دخل دارد یا نه؟ جواب سوال اولی این فکره همین جواب است که در مسئله رقم 3 این مسئله ها گذشت و به قباد دخل داشتن یا نداشتن قبادیان هم از همان جواب روشن می شود. یعنی بعد از تفتیش متریال های تاریخی دوره سامانیان. در اینجا همین قدر گفتن لازم است که شکل کلمه قبادیان شخصی پادشاه قباد دخلدار نبودن این رایان را اثبات می کند. چون که اگر این شهر از بنای پادشاه قباد می بود، نام این شهر تنها قباد یا اینکه قبادگرد مثل دارابگرد یا اینکه به نسبت به آن پادشاه قبادی می شد. اما شکل قبادیان این را نشان می دهد که احتمال در این رایان خلق منصوب به قباد باشد که نشسته باشند و به این مناسبت نام قبادیان را مانند سغدیان، چغانیان، مولیان و دیگرها گرفته باشند. در اینجا همین را قید کردن در کار است که چنانه که بعض شرق شناسان صهون می گویند
در مرو یک قبادیان و در تاجیکستان امروزه یک قبادیان دیگر نیست، بلکه تنها در دنیا همین یک قبادیان ما است که تخمیناً 200 سال پیش از دوره ناصر خسرو کسی به زبان عربی وی را اینگونه تصویر می کند. خلاصه ترجمه: قبادیان یکی از ناحیه های ریان های بلخ است. در آن وقتها از بلخ اداره می شده است. اینجا یک جای پرصفاست که وی را یکی از ریشه های آب جیهون آبیاری می کنند. نام این ریشه آب رامید یا رامیز است. آب اینجا خوشگوار است. یک چشمه مشهور هم دارد. ابوالقاسم عبدالله بن احمد بن محمود بلخی گفته است: من در هیچ جا از درختهای اینجا سبزتر، سبزی بلند ندیدم. مردم اینجا بستانهای خوب دارند که در وی درختهای سرو نشاندند. من وقتی که در زمستان در اینجا در آمدم یک منظره خوبی سبز سرختاب در درختان آنجا دیدم و گاه سرخی برگهای درختان آنجا در زمستان زیادتر می شود. صدرالدین عینی. سامعان عزتمند، یادرس می شویم که شما از بخش خوانش ادبی مکتوب‌های استاد عینی را با شخصیت‌های بزرگ زمانش که دارای اهمیت مخصوص علمی و ادبی‌اند در قرائت هنرپیشه خلقی تاجیکستان نورالله عبداللهیف از رادیوی فرهنگ شنیدید. در تهیه و پیشنهاد گفتار سهم گذاشتند صلاح‌الدین نورزاد و لطفیه قربانова. انجام خوانش ادبی شاد و مسرور باشد. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت نامشو. عمری عینی از برای خلق صرفی خامشو، خلقی ما را دفتری عینی شهادت